سلام، من از سلام خیلی خوش اومدی به چنل روزمرگی من. اینجا دارم وعده های کل روزم آماده میکنم که با خودم ببرم سر کار. من سعی میکنم بعد از عمل اسلیپی که انجام دادم بیشتر پروتئین و غذای سالم استفاده کنم. قند رو حذف کردم و خب زندگی خیلی قشنگتر شده. اینجا هم میتونید آسمون بسیار زیبا رو ببینید که البته خب هوای یه ذره آلوده است. همه وسیله هامو جمع میکنم میذارم توی کیفم تا چیزی از قلم نیفته. اینا رو جمع میکنم، بعدش میرم گالری. اسفند یادتون نره، خیلی خوشبوه. بعد از کار میام باشگاه. قطعا با موی باز نمیتونم تمرین کنم، مو باید ببندم بعد برم تمرین کنم، چون هم بعد از تمرین خیس میشه، هم که تو دست پام گیر میکنه. حالا نه که البته من خیلی موهام بلند گیسو کمندم، ولی در کل همینم اذیت میکنه. متاسفانه به خاطر رعایت شونات اسلامی خیلی نمیتونم فضای باشگاه استوری بذارم، ولی خب دیگه تا همین حدش رو بپذیرید ازم. گیرم نیومد دیگه، دارم پیاده میرم. ولی من هنوز نفهمیدم که چرا من با اسنپ میرم باشگاه بعد پول میدم که رو ترمیل را برم. خیلی ها اینجوریه. شما فکر کنید که باشگاه تازه اومدین بیرون گرسنه خسته با این صحنه مواجه میشید. خیلی بده. واسه دشمنم هم نمیخوام. اومدم تا سر خیابون، خدا شکر اسنپ پیدا کرد، چون من واقعا حال این که بخوام پیاده برم خونه رو اصلا نداشتم. نمیدونم چرا داخل کوچه باشگاه اسنپ پیدا نمی‌کرد، زیادم فاصله نداره با خیابون، ولی خب دیگه خدا شکر پیدا کرد و دیگه من دارم برم خونه. بعد باشگاه میام وعده‌ای بخوریم، بوت پروتئین وی، شیر با میوه و میخوام حالا مغزیجاتم یه ذره بذارم.